اینجا 2 تا دندون یکی بالا هستش، عصب کشیشو انجام دادیم، درمان ریشه رو تک کانال بودن و الان میخوایم برای بعدن که روش روکش بیاد باید روش رو با مواد کامپوزیتی درجه 1 به این اسم که هستش اینجا بعدن زحمت بکشیم بیایم فیلمش هم بگیریم ببینیم. رنگ آدو رو انتخاب کردیم چون که روکش بعدیاش هم قراره همون رنگ آدو باشه، روکش های سرامیکیش، و این موادش ویسکوزیتش خیلی بالاست و خیلی استحکام و دوامش بیشتر میشه تا کامپوزیت های دیگه. من میخوام که برای اون دندونی که خیلی تخریب شده رو از اون دندون برای دندونای خلفی هست استفاده کنم و دندونی که تاجش بیشتر ذخیره شده و امکان این که بازسازیش کمتر هستش با دندونهای قدامی براش استفاده کنم. خیلی کامپوزیت عالی هستش واقعا. الان شکل دهیش قشنگ، هم چسبندگیش عالیه، هم شکل دهیش سریع فرم اون دلخواهی که میخواین در اون ناحیه رو انجام بدین و میگیره. این کامپوزیت خیلی از دوستان زحمت کشیدن بابت طراحیش و فکر میکنم داخل انجام بشه کاراش همه‌اش و از کره‌ای‌هایی که در بازار الان موجود هست خیلی بهتره. هم شکل پذیریش، هم رنگش، هم اینکه تغییر رنگی نمیده موقعی که شما بعد اینکه کارتون تمام شد پالیش میکنید. این تغییر رنگ رو شما در این کامپوزیت ها ندارید و واقعا اون رنگی که نوشته روش به فرض اینجا آدو هستش همون رنگ آدو رو میده بهمون.